سلام. اینجا پادکست به سوی آرامش هست. من پروینم. امروز میخوایم با هم مدیتیشنی برای داشتن ذهنی آگاه انجام بدیم و برای اینکه از استرس و اضطراب هایی که روزانه برای هممون پیش میاد دور باشیم. ابتدا محیطی آرام و تمیز رو انتخاب کنید. سعی کنید برای مدیتیشن ها 5 تا 10 دقیقه زمان رو انتخاب کنید و سعی کنید در لحظه مدیتیشن لباسی راحت بپوشید تا از آرامش بیشتری برخوردار باشید. حالا ازتون میخوام روی یک صندلی بنشینید و دستاتون رو روی پاها یا زانوهای خودتون قرار بدید. پشتتون رو صاف نگه دارید و فشار زیادی به گردنتون وارد نکنید. اجازه بدین که گردنتون شل باشه و چونتون کمی به طرف داخل کشیده بشه. همینطور میتونید روی زمین به صورت 4 زانو بنشینید. هر حالت نشستنی که حس آسودگی و آرامش بهتون بده. فقط مطمئن باشید که در حالت نشسته پایدار هستید و میتونید برای مدتی در اون حالت بنشینید. حالا شروع کنید به نفس عمیق کشیدن. دم و بازدم. به آرومی چشماتون رو ببندید. دم و بازدم. از طریق بینی نفس بکشید و از دهان خارج کنید. ازتون میخوام چند لحظه وقت بگذارید و بدن خودتون رو برای مدیتیشن آماده کنید. برای این کار همه چیز رو باید احساس کنید. به این ترتیب که صندلی که روی اون نشستید رو لمس کنید یا زمین رو از طریق برخورد پاهاتون با اون احساس کنید. وزنی رو که دستها و بازوهایتون برای پاهاتون وارد میکنه رو کاملا احساس کنید. حالا روی حواس پنجگانتون تمرکز کنید. حس بویایی، حس چشایی، شنوایی، به احساس گرما و سرما توجه کنید. حالا ازتون میخوام به آرومی ذهن خودتون رو به سمت بدنتون هدایت کنید و بدنتون رو از سر تا پا بررسی کنید و هر گونه تنش یا ناراحتی که دارین رو شناسایی کنید. در صورت شناسایی تنش یا ناراحتی سعی نکنید اون رو برطرف یا تغییر بدین، فقط به اون توجه کنید. حالا دوباره
توجه به بدنتون از سر تا پا. این بار به قسمت‌هایی از بدنتون توجه کنید که احساس آرامش میکنه. چند ثانیه روی قسمت‌هایی از بدنتون که احساس آرامش دارین صبر کنید. حالا آگاهی خودتون رو به سمت افکارتون معطوف کنید. به هر فکری بدون تلاش برای تغییر اون توجه کنید. ازتون میخوام کاری انجام بدید. مراقبه تنفسی، مراقبه‌ای که شما میتونید با نفس‌های عمیق کشیدن و حبس نفس‌هاتون در یک نقطه بالای ناف خودتون چند لحظه ای رو توجه روی اون قسمت، میتونید انرژی از اون نفس و اکسیژن بگیرید و به تمام بدنتون انتقال بدین. هنگام دم و بازدم بالا و پایین رفتن شکمتون رو احساس کنید. عادی نفس بکشید و هیچ قضاوتی درباره کوتاه بودن، بلند بودن یا مرتب بودن نفس هاتون نداشته باشید. برای هدایت نفس میتونید از تصاویر ذهنی هم استفاده کنید. برای مثال تصور کنید سکه‌ای بر روی شکمتون گذاشتین و با هر نفس بالا و پایین میاد. حدود 30 ثانیه مکث کنید و به این موضوع فکر کنید که چرا امروز در این محل نشستید. هر انتظار یا خواسته‌ای که دارید رو شناسایی کنید و سپس رها کنید و فقط به لحظه حال تمرکز و توجه کنید. به لحظه‌ای که نشستید، به لحظه‌ای که با آرامش نشستید. تمام بدنتون رو از استرس و گرفتگی رها کنید. سعی کنید انرژی که از زمین منتقل میشه رو به طرف بدنتون هدایت میشه رو بگیرید و اون رو به فضای اطرافتون هم انتقال بدید. ازتون میخوام عشقی رو که در وجودتون گسترش پیدا کرده رو مثل یک نور سبزی ببینید که از قلبتون تابیده میشه و وجودتون رو با احساسی از عشق خالص و درخشان پر کنید و این عشق رو به کائنات اطراف خودتون منتقل کنید. ذهنتون رو آزاد بگذارید تا هر کاری که دلش میخواد انجام بده. ممکنه خودتون رو غرق افکار و برنامه‌هایی بکنید یا به آرامش و تمرکز ادامه بدید. هر اتفاقی که بیفته کاملا طبیعی و خوب هستش. نفساتون رو ادامه بدید. نفسهای عمیق، دم و بازدم. اگر متوجه شدین که ذهنتون توی این مدیتیشن سرگردون شده، اصلا خودتون رو سرزنش نکنید
کنید یا به خاطر افکاری که در اون گم شدید خودتون رو قضاوت نکنید. افکارتون رو نادیده بگیرید و سعی کنید به حالت متمرکز برگردید. کم کم توجهتون رو به جایی که نشستید بدید. دم و بازدم. حالا انگشتان دست و پا رو کم کم تکون بدید. ازتون میخوام امروز رو در این فکر باشید که من با انجام این مدیتیشن لحظاتی پر از آرامش رو برای خودم ساختم. امروز بدن من در این مدیتیشن به تمام معنا آروم شد و هیچ استرس و اضطرابی در خودم احساس نمی کنم. من وجودم پر از آرامشه و این عشق و آرامش رو به تمام کائنات هدیه میدم و از اونا عشق و آرامش رو هدیه میگیرم. امیدوارم که در تمام لحظات زندگیتون آرام و پر از لبخند باشید.